با نام کامل حرمتov کتابی خردک است و مؤلفش جرأت شبویف یک کینوشناس خیلی مشهور ازبکستانی است که هنوز زنده هستند و من همه هر چیزی رو خود می‌خوندم همیشه من اون چیزی که درباره کامل حرمتov بود برام جالب بود و جمع می‌کردم و می‌خوندم و برام واقعا کسی که کامل حرمتov رو می‌زد نه همون روسیه میانه فئودالی یک دفعه شکست خود از بین رفت انقلاب در روسیه شد روسیه میانه مربوط به روسیه بود نیروهای انقلابی و شویک‌ها به این منطقه هم آمدن و البته که همش یک نفر به اصطلاح اشرافزاده پدرش پدر حرمتov رئیسی اویزد کنی بادامی همون وقته بود حکومت شوروی بود مقابل بلشویکی بود لیکن یک دفعه خراج مرج شروع شد نیروهای مختلف پیدا شدن کامل حرمتov یا تفاوت کاری اونا در سینما از دیگر سینماگران مدرن چی است؟ خب اولا که باید ما باید به این قائل باشیم که حرمتov اولین نفری بود که ثابت ساخت که یک فیلم سینما میتواند ملی باشد یعنی با استفاده از لباس ملی با استفاده از تهیه فیلمنامه‌ای که در اون فیلمنامه یک خلق ملی خصلت ملی وجود داشته باشد و این از همون اولین فیلمشون که همون امیگرانت بود همون فیلم مهاجر این ما در اونجا بسیار بر علا می‌بینیم نقشی که خودش بازی کرده است و نقشی که اولین بار صوفیا تویبای بازی کردن اولین بار زنی تاجیک حرفه‌ای در فیلم همچون هنرپیشه اشتراک کردن یعنی که بزرگترین قدمی که در سینما از جانب حرمتov گذاشته شد ثابت ساخت که سینما که به همون طبیعت خودش یک چیز کاسموپولیت است میتواند ملی باشد و این ما در مثال فیلم‌های همه فیلم‌هاش می‌بینیم و دیگر هم اولین نفری که مثلا حاضر شما در این جشنواره می‌بینید که در شروع جشنواره یک فیلم ماندن به نام معلم و این فیلم برداریش است در زیدی در قشلاق زیدی در دهه زیدی ما و تمام فیلم‌های تاجیک فیلم حتما در زیدی یکم قسمتش فیلم برداری میکنند و من برای شما باید بگم که اولین نفری که ثابت ساخت و کشف کرد که در زیدی باید فیلم بسازی کامل حرمتov است برای که وقتی اونا اومدن اولین فیلم در باره مبارزه علیه بسمچی‌ها میکردن رفتن و در زیدی به خاطر چی به خاطر که از لحاظ جغرافیایی و همون طبیعتی که وجود دارد زیدی پست و بلندی و تلاتیپه ها و خانه های سنگی و این از لحاظ به اصطلاح کمپوزیسیون تصویر یک دفعه همون پرده شما پر میکند یعنی که همون قابی که هست همون اکرانی که هست معمولا نقاشا یا که فیلمبردارا کارگردانا با هدف وظیفه شون است و از لحاظ همون درست بودن همون تصویر این است که باید که همون کمپوزیسیون درست باشد یعنی که پر باشد اینجا مثلا شما تصور شما اگر یک دشت خالی بگیرید یک افق هم می‌بینید یک آسمان خیلی بلند و هیچ دیگر نیست خب یک اسب میرود یا یک انسان میگذرد اما وقتی شما در منطقه کوهستانی فیلم برداری میکنید تمامی همون پرده سینما شما پر است در اینجا مثلا درختان در اینجا یک حیوان میرود اونجا آدم‌ها چیکار دارن اینجا که هست یعنی که علاقه خودش همون بای بودنی همون منظره همون لحظه‌های سینمایی است و برای فیلمسازی بسیار یک شرایط خوب است یعنی گفتم هستم که همچون شخص حرفه‌ای اولین بار در ساختن اولین مستندهای در تاجیکستان ساخته شد ما سهم داشتن اولین به اصطلاح تشکیل کننده های همین کار تولید فیلم ها رو به تاجیکستان از دیگر جا آوردن از مسکو از تاشکند از دیگر جا از کیف اولین اپراتور اولین فیلم بردارا رو آوردن تاجیکستان که اینجا کار کنن شاگرد تیار کنن و برای همون پیدا شدن کینوی تاجیک سهمی اساسی سهمی بسیار هم با سزا و حرف اول هم که زدن گذاشتن